کشتی دوم امیر محمد یزدانی 70 کیلوگرم. خانیف آذربایجانی اولین کشتیشو امیر محمد لهستانی رو شکست داد، این دومین کشتیشه. این جاییه که نشون میده امیر محمد اومده امسال واسه مدال یا نه. ببینیم چی کار میکنه. کشتی اولش گویا 11-1 ها یه زیر. خانیف آذربایجانی. من رو یه لحظه اون گوشه گازیموف رو دیدم، مربی آذربایجان. آره گازیموف آذربایجانی مربی آذربایجان شده. خیلی جالبه برام. کشتی سختیه. خانیف قزاق و شکست داره رسیده به این مرحله. ها میره برده چه پرتابی، پاشو چقدر قشنگ پرتاب کرد امیر محمد. برو 2-0. ببینیم تو چه سطحی امیر محمد. سرگردنشو یه مقدار راست میگه، نسبت به مجارستان آماده تره. امیر محمد یه لول اومده بالاتر. خوبه، این خیلی خبر خوبیه. میکشه کنار تشک امیر محمدو از بالا. آها هیچ کشید بیرون. این رفت پشت امیر محمد. خیلی زیرکت خیلی میزنه آذربایجانیه. خیلی زیرکت میزنه. بده، خیلی چیز بدیه این. زورش میچربه به امیر محمد. امیر محمد زورش میچربه. من مثل پلنگ. نکن میره مثل ها. پیچیدن به هم. امیر محمد گرفته، اونم پایینی گرفته. تابوند امیر محمد رو تابوند. آره نه داشت بعد تابوند. گازیموف یادش بخیر، چه مسابقاتی، چه کشتی‌هایی، یادش بخیر. 97 کیلو میگرفت گازیموف. آره داشت، 2 امتیاز رو داشت، درست بود. الان یه امتیاز هم به حریفش میدن. میتونن 2 تا هم به یزدانی بدن، میتونن 2 تا هم به امیر محمد بدن. وان پیروز ندادن یا 2 امتیاز هم ندادن. اصلا 2 امتیاز به هیچ کسی چی ندادن، هیچی. آفرین. دوباره کشتی شروع میشه. ها دوخم پشیمام از پشت زد. دوخم از بالا رفت. نداشت داشت حالا 2 امتیاز حداقل داشت. خیلی قشنگ زد. همونجا رفت بین دو باش، همون بالا رفت. سرنوزتش نشون بده. خیلی حال داد. 3 دقیقه دوم کشتی سختی ها. یعنی الان اومدیم تو مسابقه، الان اومدیم رو تشک. خانیف چه اسمی هم داره. دوباره زیرکه. ها در میاره. همونو باید بری واسه زیر، یا از این یا از مخالف یا از موافق. باید دری بری واسه زیر وگرنه میبرد کنار تشک. ایرانی نباید زیرکت بخوره. ما خودمون زیرکت زنیم نداشت. 2 دقیقه و 19 ثانیه 4-0 امیر محمد با صلابت وسط تشک. ها بچرخ، نذار ببره کنار تشک. آره لحظات پایانی خیلی خطرناکه. ها نگیر زیرو امیر، نگیر زیرو.
اختار 30 ثانیه داره. 1 دقیقه و 20 ثانیه. میدونه نفسش میچربه به امیر محمد. ها یه ذره بدنه رو تاپ نیست، بدنه بالا نیست، نفس ها برو ها ماشاءالله. سرتش یکی کرد. جان منی برو پشت. جان منی 30 ثانیه هم رفت. خیلی سرتش یکی که خیلی قشنگ رفت پشتش. فنی پسر تو فنی. حیفه تو قهرمان جهان نشی. سراتر رو چه خوشگل جمع کردی ها، اصلا حال کردم. 16 ثانیه تمام. 16 ثانیه تمام. خیلی خوب گرفت. خیلی امیر محمد خوب کشتی گرفت. خیلی خوب گرفت. ماشاءالله. با صلابت کشتی گرفت. 7 6 5 4 پر. دیدید آقا لحظه خواست یه چیز دیگه ازش بگیره، همینجوری پته پا رو هوا میخواست بهش بذاره. مرسی جان منی یکی از سخت‌ترین حریفاش بود. ماشاءالله. یه قدم دیگه رفت، فکر کنم رفت جز 8 تا، فکر کنم. خیلی خوب بود. عالی. بریم واسه کشتی بعد. عالی. پرچم بالا.